جنگ‌های تحمیلی وطن و مردم ما را به خاک و خون کشاند. کودکان سرزمینمان را بینوا و یتیم ساخت. شیرده و نانآورانمان را جان گرفت. دسترخوان غم را هموار کرد. اشک ماتم چشم هر افغان را پوشانید. هر خانه افغان، پدر یا مادر، برادر یا خواهر، شوهر یا همسر و کودکشان را از دست دادند. چرا اینقدر ظلم روان است؟ چرا هر روز خون افغان جاری است؟ چرا به فتوای بیگانه ها افغان را میکشد؟ اگر عسکر و یا افسر افغان و یا جوانان مخالف افغان کشته شود، غمش به کی میرسد؟ اشک کی میریزد؟ اشک پاکستانی ها؟ اشک ایرانی ها؟ اشک غربی ها و یا اشک افغان های مظلوم؟ آری، نفاق ما همسایه های مزدور را جرأت داده تا ما را مزدور خود سازند و این خواب دیوانگی را هر روز میبینند، مگر نمیدانند که سیلی افغان تن از سن جدا کند. سیلی افغان تن از سن جدا کند، گر برویش خورد بی کفن رسوا کند.